دوستان عزیز سلام، امید دارم خوب باشین. در این ویدیو در مورد نکات مهم برای کامیاب شدن در بورس دولتی ترکیه برای شما اشاره میکنیم و برای شما معلومات میدیم. اول کدام اسناد برای این بورس نیاز است؟ اولین سندی که نیاز است سافت عکس است، پاسپورت یا تذکره است، شهادت نامه، دیپلم برای مقطع ماستری و دکترا، ترانسکریپت برای مقطع ماستری و دکترا، انگیزه‌نامه برای هر سه مقطع تحصیلی، سی وی فقط برای مقطع ماستری و دکترا لازم است، برای مقطع لیسانس اختیاری است، توصیه نامه برای هر سه مقطع نیاز است، ریسرچ پروپوزال فقط برای مقاطع ماستری و دکترا نیاز است و دیگر سرتیفیکیت ها و دستاوردها میتونید شما اگر برای مقطع لیسانس، ماستری یا دکترا ثبت نام میکنین میتونین اپلود یا در اپلیکیشن خود بگنجانید. چطور باید اسناد را تهیه نماییم؟ با چه فرمت ها؟ سافت عکس باید به صورت فایل جی پی جی یا جی پی جی باشه. اسناد تحصیلی باید به صورت فایل پی دی اف به صورت جداگانه اسکن شود. انگیزه‌نامه باید به صورت اجمالی شامل بخش‌های ذیل است که در این بورسیه باید نوشته شود. معرفی کوتاه و حرفه‌ای خود، دلایل انتخاب رشته و دانشگاه باید ذکر شود. تجربه و دستاوردهای تحصیلی و کاری بیشتر تحصیلی نقش داره باید ذکر شود. بیان اهداف به صورت خلاصه و دقیق باید نوشته شود. چرا شما مناسب این بورسیه یا برنامه هستین باید ذکر شود یا نوشته شود. نتیجه گیری کوتاه و منحصر به فرد از انگیزه‌نامه خود در آخر انگیزه‌نامه باید انجام بدین یا نوشته نمایید. سی وی باید به چه صورت نوشته شود و چه نکات باید ذکر شود. درج اطلاعات شخصی، نام، تخلص، ایمیل، شماره تماس، آدرس خانه، لینک شبکه‌های اجتماعی که دارین نیز ذکر نمایید. درج اطلاعات تحصیلی خود و دستاوردهای تحصیلی خود، نوشتن تجارب کاری و علمی، مهارت‌ها بخش زبان و کامپیوتر، فعالیت‌های اجتماعی و کارهای رضاکارانه اگر انجام دادید میتونید به سی وی خود درج نمایید. ذکر رفرنس در آخر سی وی را به صورت تخصصی و معیاری تر نشان میده که فراموش نشه. سی وی باید کوتاه و خلاصه باشه، بیشتر از یک یا دو صفحه نشود. چطور ریسرچ پروپوزال را بنویسیم برای بورسیه ترکیه که فقط برای مقاطع ماستری و دکترا لازم است؟ برای بورسیه دولتی ترکیه شما دو راه برای نوشتن تحقیق دارین. اول، هر تحقیق که در مقطع لیسانس انجام دادین فقط کافی علم تحقیق خود بگیرین، 7 سوال بورسیه ترکیه را از ما استخراج کنین نوشته بکنین. دومین را، یک تحقیق جدید انتخاب نمایید. زمانی که تحقیق جدید انتخاب کردین فقط 7 سوال بورسیه ترکیه را نوشته نمایید و تاکید زیاد نمایید که میخوایم این تحقیق در کشور ترکیه ادامه بدیم یا روی از این تحقیق کار نمایم. اگر شما در قسمت ثبت نام یا تهیه مدارک اسناد نیاز